با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. در خدمتتون هستم با سری آموزشگاه سیستم پروتون الیک شرکت آسوا. تو این ویدیو آموزشی میخوام در مورد این نقطه‌های سبز رنگی که داخل اتاقک‌ها یا داخل خاک‌های دستریز دستگاه برای آشکار سازی می‌کنه خدمتتون توضیح بدم. ببینید دوستان، یه وقتی هست که تمام مدل‌های آسوا با توجه به اینکه شما از اون هدف دور هستید، فاصله شما از اون هدف دوره، یا اینکه هدف در عمق بالایی قرار داره، یا اینکه زاویه‌ای که شما دارید اسکن می‌گیرید دستگاه نمیتونه اهداف را به شکل واقعی خودش آشکار سازی بکنه. این موردهای سبز رنگ حفاری شده در بعضی از موارد سنگ‌ها و مجسمه‌ها بوده و در بعضی از موارد هم فلزات بوده. زمانی که شما داخل یک اتاق یا داخل یک خاک دستریز یه همچین رنگ سبزی رو می‌گیرید، از اینها غافل نشید و حتما اینا رو مد نظر داشته باشید. میتونه فلزات باشه یا میتونه مجسمه‌های سنگی باشه. این موردها حفاری شده که من دارم خدمتتون میگم. یه مورد دیگه است من اینجا بردم خدمتتون. اینا بچه‌ها با دستگاه پروتون LB4 زدن. اینجا ما یک اتاقک رو داریم، اینجا بحث فلزات رو داریم و اینجا سه تا لکه سبز رنگ داریم. این سه تا لکه سبز رنگ میتونه سه تا مجسمه سنگی باشه یا میتونه سه تا فلز باشه. توی این اسکن این مورد حفاری شده و این یک کاسه مفرغی بوده که دستگاه پروتون الیک به این صورت کاسه را آشکار سازی کرده. حالا یه فیلم دیگه بچه‌ها برای من فرستادن، اینا با دستگاه پروتون LB16 زدن. این دوستمون سعی می‌کرد که این نقطه را به من نشون بده. تمرکزشون روی این قسمت بود که دستگاه پروتون براشون گرفته بود. ولی توی این قسمت بالا این خاک دستکند منظم داخلش دو تا هدف وجود داره و قطعاً هم اهداف درسته.